موحدین به سفیر تازه‌تعیینی بلاروس در تاجیکستان موفقیت خواست. وزارت کشاورزی گرانشوی نرخ ارد را شرح داد. فوری سوختار در تخت بازاری برکت در سوق. اومسک ارزش پتنت را برای مهاجران گران می‌کند. پوتین تعداد قربانیان همه‌گیری از تلفات جنگ یکم جهان بیشتر است. با شرح بیشتر این خبر و رویدادها با شما هستم. مرتبه رحمان و سلام. سفیر بلاروس در تاجیکستان ویکتور دنیسنکو به فعالیت شروع کرد. کاتبات وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد که سفیر نو تعیین را وزیر این نهاد سیراج‌الدین موحدین به حضور پذیرفت. ملاقات موحدین و دنیسنکو روز 21 اکتبر برگزار گشت و سفیر نو به وزیر تاجیک نسخه اعتمادنامه سپارید. منبع می‌افزاید ضمن صحبت درباره وضع و دورنمای رشد مناسبت‌های شریکی استراتژیک تاجیکستان و بلاروس محاکمه صورت گرفت. رهبر وزارت امور خارجه تاجیکستان با ویکتور دنیسنکو برای گسترش دادن رابطه‌های دوستانه تاجیکستان و بلاروس موفقیت تمنا کرد. یادآور می‌شویم الکساندر لوکاشنکو پس از سفر به تاجیکستان اولگ ایوانوف را از وظیفه سفیر این کشور در تاجیکستان سبکدوش کرد. سبب از وظیفه سبکدوش شدن ایوانوف روشن نیست. پرزیدنت پس از تعیین سفیر نو در صحبت به او گفت که تاجیکستان نه تنها یک کشور دوست بلکه میان او و پرزیدنت این مملکت محترم امامعلی رحمان دوستی قوی وجود دارد. عبدالقادر یتیموف سرمتخصص ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید گندم و ارد به تاجیکستان اساساً از قزاقستان و روسیه وارد کرده میشوند. خبر داده است خاور. به گفته او تاجیکستان تنها 50-60% ساکنان مملکت را با گندم وطنی تامین می‌نماید. باقی مانده از واردات وابستگی دارد. ماه سپتامبر وزارت کشاورزی قزاقستان اعلام کرده بود که بنابر خشکسالی و نابودشوی حاصل نرخ گندم برای فروش بیش از 20% گران می شود. بر اساس آخرین داده‌ها سال روان در تاجیکستان 684,419 تن گندم استحصال گردیده است که نسبت به سال گذشته 48,414 تن زیاد می باشد. گفته می شود طلبات سالانه بازار داخلی به ارد حدود بیشتر از 700,000 تن را تشکیل می دهد. بر پایه آخرین معلومات ها حالا در بازارها یک خلطه ارد را به عوض 260 تا 280 سومانی می دهند. با گفته متخصص سال روان در میدان 213,087 گکتار زمین خواجگی دهقانی و جمع‌آوی کشت گندم گذرانیده شد که نسبت به سال گذشته 9,193 گکتار زیاد می باشد. در حکومت کشور نیز گفتند که برای پیشگیری بلندشوی نرخ ارد و گندم سوزشواری و دیگر محصولات مورد نیاز اول تدبیرها اندیشیده شده برای اجرای آن مقامات مربوطه وظیفه دار گشتند. منابع سپوتنیک تاجیکستان درباره سوختار بازاری برکت در ولایت سوخت اطلاع دادند. بنا به گفته شاهدان سوختار ساعت 20 سر زده با میدان وسیعی از حدود این بازار دامن پهن نموده است. ابوبکر یکی از صاحبکاران به سپوتنیک تاجیکستان گفت که برای خاموش کردن آتش کارمندان و ماشین‌های آبپاشی زیاد حالا به جای حادثه فرستاده شدند. مردم زیاد در این نیمه شب به جای حادثه حاضر شدند. متاسفانه سوختار با مساحت زیادی بازار آسیب رسانیده است، گفت او. در همین حال از اداره سوختار نشانی ناحیه باباجان غفورов وقوع این حادثه را تصدیق کردند و گفتند که حالا کمیسیه در جای حادثه سبب‌های سر زدن آتش‌سوزی و حجم ضرر از آن را تحقیق می‌کند. تاکنون درباره تلفات مالی اطلاعی دسترس نشده است. برکت یکی از بزرگترین بازارهای فروش مسائل ساختمانی در شمال تاجیکستان است. آن در گردش شهر گلستان در کنار اتش بازار واقع است. در ولایت اومسک ارزش پتنت برای شغل شهروندان خارجی تغییر می‌یابد. خبر می‌دهد رسانه‌های محلی. همین طریق در سال 2022 برای مجوزی کاری هر ماه باید بیش از 4,000 روبل پرداخت شود، در حالی که در سال 2021 نرخ 3,890 روبل بود. پارلمان منطقه لایحه این قانون را درباره مشخص کردن ظرفیت منطقه بازار کار برای سال 2022 تصویب کرد
که محاسبه ارزش پتنت شهروندان خارجی را نیز شامل می شود. تعداد مقرر شده همه ساله قبول می گردد و قانون امکان می دهد که حجم اندازه شهروندان خارجی نزدیک به میزان مالیاتی شهروندان روسیه معین شود. شرح دادن مقامات منطقه. در سال 2022 ظرفیت منطقه‌ای بازار کار نسبت به سال 2021 7% افزایش می‌یابد. یادآور می‌شویم که در روسیه از مهاجران اوکراین، ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان پتنت طلب می‌شود. با معلومات وزارت اقتصادی روسیه سال 2022 این کشور از حساب مبلغ پتنت مهاجران 90 میلیون روبل فایده به دست می‌آورد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی در کلوب بین المللی مباحثه‌ای والدای گفت که شماره افتیدگان در نتیجه پاندمی نوی کرونا ویروس از تلفات جنگ یکم جهانی زیادتر است. کشوردار قید کرد که اپیدمی شدید و خطرناک شده است. در سراسر جهان طوری که امروز می‌دانیم بیش از 4 میلیون و 900 هزار نفر از آن جان باختند. رقم‌های دهشت‌آور قابل مقایسه هستند و حتی از تلفات نظامی اشتراکجویی اساسی جنگ یکم جهانی زیادترند، گفت رهبر روسیه. طبق آمار تا 21 اکتبر در جهان 243 میلیون نفر گرفتاری کرونا ویروس شدند. 4.9 میلیون بیماران قربانی این بیماری گردیدند. عالمان میگویند پاندمی کرونا ویروس را تنها با واکسینه بازداشتن ممکن است. در همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.